اولا این درخت شاخ و برگ‌هاش در معرض چی هستند؟ بادهای زمانه می‌وزند. پس این برگ‌ها رو هی می‌ریزند. پس از دست دادن بخشی از طبیعته. در چیزی که از دست میدید نگران نباشید، چون زنده هستید از دست میدید. درختی که رشد میکنه خود به خود سایه میده. پس فقط آدمای رشد یافته‌اند که میتونن سایه باشن برای دیگران. پس قدر این رشد یافتگیتون رو بدونید. اگه کسی میاد به شما، این یه موهبتیه که به شما داده، یعنی به شما داره میگه تو رشد یافته‌ای، من تو رو انتخاب کردم برای رشدتون. هیچ درختی نیست که رشد کرده باشه و سایه نداره. اصلا دست خودش نیست. نمیتونه بگه من شاخه‌هامو باز میکنم ولی سایه نداشته باشه. اصلا دست خودش نیست. اما یه نکته مد نظرتون باشه، کسانی که میان زیر سایه شما نمیان که بمونن. پس به این دل خوش نباشید. اونا میان برای سود خودشون و بعد شما ترکتون. این ریشه هان که به درخت دوام میدن، نه شاخه ها. پس داشته های شما به شما دوام نمیده. فکر نکنی اگه الان شغلی داره یه مقام میده، میگه به خوشگلیت نازی، به تبی بندی، به مقامت نازی، به شبی بندی. پس به مقامتون ننازید، به پولتون نه. اون این برگاست، این برگا میریزه. به ریشه هاتون اعتماد کنید. رو ریشه ها، درخت رو ریشه هاش زمانه. شما باید رو به ریشه هاتون. ریشه هاتون چیه؟ اون چیزایی که قائم به ذات خودتون، نجابتتون، اخلاقیاتتون، توانمندیتون، تحصیلاتتون، تخصصتون، تجربتون، بدنتون، سن و سالتون، سلامتتون، جسمتون، جوونیتون. جوونی یعنی چی؟ یعنی یک عالمه فرصت. این فرصت‌ها رو هیچ کی به شما نمیتونه بده. هیچ کی نمیتونه از شما بگیره. تخصصی که تو داری دیگه. این هیچ کی نمیتونه از تو بگیره. اگر این درخت ریشه‌هاش فقط در این جهت بود، قطعاً چپ میشد به این طرف. ریشه‌ها چرا درخت رو محکم کنن؟ چون در جهت‌های مختلف گسترده شدن. توانایی‌تون باید چند بعدی باشه، یک بعدی نباشید. فقط خوشگلی خوب نیست، فقط مقام خوب نیست، فقط پولدار بودن خوب نیست، فقط یه ترکیبی از اینا رو باید شما داشته باشید. ریشه‌هاتون باید چند بعدی باشه. اگر این درخت رو در نظر بگیرید میفته. اگر قرار بود که فقط اینجوری باشه، خیلی راحت از جا در میاد. با اولین بار از جا شروع میشد، دومین بار مندازه میشه. پس ریشه ها باید، و این ریشه ها دائما رشد میکنن. حتی وقتی درخت 1000 سالشه باز ریشه هاش رشد میکنن. پس هیچ وقت تواناییاتون محدودیت نباید داشته باشه. همیشه دنبال یه چیزی باشید که رشدش بدید. توسعه فردی یعنی همین که این ریشه هاتون رو رشد بدید. ریشه هاتون رو هر روز گسترش بدید. با یاد گرفتن، با تجربه کردن، با خوندن، حتی با استراحت کردن ریشه هاتون رو رشد بدید. شما فکر نکنید فقط باید کار کنید تا رشد کنید. گاهی وقتا رشد شما در توقفه. گاهی وقتا رشد شما تو اینه که تو لاک خودت بری اصلا. گاهی وقتا رشد شما اینه که استراحت کنی، هیچ کار نکنی. مهمتر از همه یه درخت تا زمانی خشک نمیشه که پویاست. یعنی ریشه هاش دارن جذب میکنن. هر موقع ریشه ها جذب نکنن بعد مدت درخت خشک میشه. پس شما زمانی میمیرید که پویا نباشید. پویا نبودن یعنی کتاب نخوندن، یعنی یه فیلم جدید ندیدن، یه موسیقی گوش نکردن، آدم‌های خوب رو ندیدن، ارتباط‌های خوب نداشتن، زندگی رو تجربه نکردن، نخندیدن، حتی گریه نکردن. حتی همین درخت‌ها وقتی می‌بینید نگاه می‌کنید یه ریشه‌های خیلی ریز قهوه‌ای باریکی ازشون در اومده. اونا هم اهمیت دارن چون اونایی که به اون ریشه گنده‌ها غذا رو میرسونه. شما فکر کنید اگر اینجا ما بیایم اون ریشه ها رو یکی اون ریشه نازک‌ها رو قطع کنیم، ریشه کلفت‌ها رو قطع کنیم، چیزی نمونه، درخت شل میشه دیگه. اگر درخت‌ها به هم دیگه خیلی نزدیک باشن رشد همشون متوقف میشه. خیلی نچسبید به آدم‌ها. استقلال خودتون رو داشته باشید. این درخت‌ها با فاصله است که رشد میکنن. اصلا زمانی اینا میتونن، دیدین قرص میکنن، یعنی چی؟ یعنی این شاخ و برگ زیاد شده دیگه رشد نمیکنه، چون هم تو هم میره، خب رشدش متوقف میشه. پس همیشه یه فاصله رو برای خودتون نگه دارید. یه فضای خصوصی، یه خلوت فکری، خلوت رفتاری برای خودتون نگه دارید. این درخت از اول تنه کلوف نیست.
یه نهال با هر بادی تکون میخوره ولی درخت کناریش تکون نمیخوره چون رشد کرده. پس برای رشد زمان لازم داره، عجله نکنید. همش نگید چرا من اینو ندارم چرا اون ندارم. حوصله کنید، سعی صبر رو داشته باشید. زمان رشد رو ایجاد میکنه. هیچ درختی رو شما نمیتونید ببینید رشد یافته است زمان صرف نکرده باشه. فقط آسیب‌های درخت رو میندازن که رو ریشه‌اش آسیب بزنن. پس مواظب ریشه‌هاتون باشید. با آدمایی نگردید که هویت شما رو خراب میکنه، چون اونا دارن ریشه‌های شما رو خراب میکنن. ولی چیزایی که به تنه شما آسیب میزنه، مثل ورشکستگی، مثل یه امتحان رو افتادن، مثل یکی تحقیرتون میکنه، اینا به ریشه‌هاتون آسیب نمیزنه. اگر شما باور داشته باشید که اونا ریشه‌های منه، این داره به تنه من آسیب میزنه. اما اگر نه فکر کنید اونی که او داره تحقیرت میکنه داره به ریشت آسیب میزنه، بعضی ما داره ریشت خشک میشه. هیچ وقت اون درخت باعث این که نهال کناریش رشد نکنه نمیشه. شما برای کسی بد نخواهید.